أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ما گفتیم که لغت عربی را شروع میکنیم. کمی هم باشد، اگر کم انشالله که شروع کردیم. اینجا بگیم الوجه گفته رو را میگن، روی انسان وجه میگن به عربی. حاجب گفته قوش را میگن حضرت، قوش. عین گفته چشم میگن. انفون بینی را میگن، فمون دهن را میگن. فهمو؟ الوجه گفته رو را میگن، حاجبون قوش را میگن. عینون چشم میگن، عینانی گفته دو چشمه. انفون بینی را میگن، فمون دهن را میگن. یعنی که این چی است؟ بگیم که در رو. انا که با دوامش بگیم که هست فم دهانه میگن. الفمو چی؟ دهانه میگن. اسنان گفته دندانه میگن. اسنانون دندانه میگن. سین گفته یک دندانه میگن. اسنان دندان ها میشود. اسنان دندان ها میشود. لیسانون زبان. شفه گفته لب میشه. لیسانون زبان میشود و شفه گفته چی؟ لب. شفون یک لب میشه، شفه گفته لب ها. این چی است؟ بگیم در منطقه دهن نکی. دهن زبان بود، دندان بود، لب بود. انا که با اعضاهایی که بیرون از اینها بگیم، یعنی که در جسم انسان هست، اینها را هم چقدر که هست در اینجا. رقبه گفته چی رو میگن؟ گردنه. رأسون گفته رأسون سر میگن. صدرون گفته کنده سینه رو میگن. ذراعون گفته اورنجای دستم میگن حضرت. باطنون گفته شکم میگن. فخذون رانی پوچه رو میگن. ساقون ساق گفته همین استخوان پیش پوچه رو میگن، از زانو پایان تا بجرک پوچه رو ترستیم را ساق میگن. قدم گفته از بجرک پوچه پایان قدمش میگن عربی قدی. یعنی که چی؟ رقبتون گردن، رأسون سر، صدرون کنده سینه، ذراعون گفته اورینج میگن، باطنون شکم میگن، سرتون گفته ناف میگن، فخذون گفته رانی پوچه رو میگن، ساقون بجلکی و استخوانی پوچه رو پیش پوچه رو میگن، قدمون گفته از بجلکی پوچه پایانه قدمون میگن شه. یعنی که برادر عزیز، چی درسی عربی باشد، چی درسی اگر که فقه باشد، چی اگر عقیده شروع شود، اگر شما خودتون در همونجا آبونه کنین تا اینکه دیگه ما شاید که شما رو پرتفته نتونیم، مثل هر یک ویدیو هر یک شما در رسانده و هم خود شما که آبونه کشیدین، هر روز درس حدیث بر دوام هست انشاءالله و درس عربی رو هم کوشش میکنیم که بر دوام باشد و در اینجا بعضی مسئله های فقهی، خاصه مسئله های زمانوی باشد، چی مسئله بگیم چی باشد انشاءالله بیان میشود و بعضی مسئله های شاید که اختلافی پیش کرده و مثلا که انشاءالله که درس ها بر دوام هستن، آبونه شوید انشاءالله که از یک دیگر استفاده میکنیم باذن الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ما گفتیم که لغت عربی را شروع میکنیم. کمی هم باشد، اگر کم انشاءالله که شروع کردیم. اینجا بگیم الوجه گفته رو را میگن، روی انسان وجه میگن به عربی. حاجب گفته قوش هم میگن حضرت، قوش. عین گفته چشم میگن. انفون بینی را میگن.